درود دوستان عزیزم، نشر نوبتی برنامه میآموزیم است و ما خواستیم در برنامه نوبتی به یکی از موضوعهای بسیار وسیع، بسیار عمیق، بسیار دقیق دست بزنیم. این هم باشد وزن و عروض است، درباره شعر است. یعنی برای به این هدف رسیدن باشد، یعنی برای آموختن وزن، برای آموختن عروض، ما حالا قرار داریم در نزد یکی از سخنوران بسیار شناخته کشور، شاعر خلقی، سرمحرری صدای شهر، رستم وهابزاده. بار دیگر درود دوستان. سلام. تشکر. سلام. و چون ما گفتیم به یکی از بسیار موضوعهای کلان دست میزنیم، ولی باور داریم در این مدت خیلی کوتاه حداقل کمی یک چی گویم معلوماتی کوتاه هم باشد، ولی معلوماتی خوب، عمیق، دقیق میگیریم تا اینکه یک فهمیشات پیدا شود پیش از همه درباره همین علم، یعنی علم عروض. خب عروض علمی است که آن را میان شعر و موسیقی مشترک دانستند. مثلا دانشمندان بزرگی کلاسیکی ما مثل ابو علی ابن سینا، نصرالدین طوسی خصوصا و عروض میزان صوتی یا صدایی شعر ما رو تشکیل میدهد. با شمار هجاها، آوازها و صفت آنها اساس یافته است. البته اگر شمار عادی هجاها رو ما بگیریم، این وزن میشه که اون رو وزن هجایی گفتن، ولی عروض از اینجا تفاوتش شروع میشود که نه به شمار عادی هجاها و برابری صداها در مصرع‌های شعر، بلکه به کیفیت آنها، یعنی درازی و کوتاهی آنها نیز وابستگی دارد. بعد به هم آمدن حروف که کیفیت صداها رو تعیین میکند. مثلا اگر همین صداناک‌های دراز که همگی هجای دراز رو تشکیل میدهند، شما میدونید صداناک‌های دراز رو او، اوی ثابت یا دراز که در الفبای کلاسیکی ما با واو نوشته می شود، ای که با یا نوشته می شود در الفبای قدیمی ما، و ای، آواز ای که همچنین با یا در الفبای کهن ما نوشته می شود. اینها به طور ثابت همیشه در همه احوال هجاهای دراز رو به تنهایی خودشان تشکیل میدهند. اما صداناک‌های کوتاه هم که به تنهایی یا در صورت باز بودنشان در آخری کلمه آمدنشان هجای کوتاه رو تشکیل میدهند و احیانا مجاز دانسته می شود که با شدت تلفظ، این البته نه همیشه، بعضی موردها دراز خوانده شوند، یعنی در صورتی که در آخری کلمه باشند یا در جای باشند که زده روی آنها قرار داده شود و استثناء، ولی در مجموع آنها به تنهایی و در آخری هجا کوتاهند، هجای کوتاه را تشکیل میدهند. اما اگر در بین دو هم صدا قرار گیرند، مثلا بعد، صد، رد یا شش، هم، در این حالت آنها در بین دو هم صدا همراه با آنها یک هجای دراز رو تشکیل داده میتوانند. ولی اگر باز در این هجاها بعد در آخری اون قطعه هجایی یک همصدای دیگر علاوه شود، مثلا هفت، دشت، خب شست، 20، در این موارد یک نیم هجا رو تشکیل میدهند. با یکی از این
همصداها که بعد خودش می آید یک هجای دراز و با همصدایی که بعدی همصدای همسایه‌اش می آید نیم هجای دیگر با وجود می آید. این شاید یک نیم هجا که اگر در داخلی دایره عروض باشد، داخلی اون دایره بیت باشد، اون با یک نیم هجا علامت یک نیم هجا اشاره می شود و اگر در آخر باشد با ماده علامتی ماده اشاره می شود و مقصور نامیده می شود. وابسته به همین موضوع راستیگه اون کتابی که من تا به حال خواندم نام دارد سنت سخن از طرق الذهنی، ولی نوابسته از آنی که باری دوم من کتاب را خواندم همین را درک کردم که این موضوع خیلی موضوع دشوار است. برای خوبتر و بهتر درک کردنش باز هم چندین بار دیگر همین کتاب باز در برابر این باز دیگر کتاب ها رو باید جستجو کنیم، خوانیم، مطالعه نماییم و متاسفانه امروز نه اونقدر موضوع همگیر است. یعنی تنها همون نفرانی که به شعریت ذوق دارند، به ادبیات ذوق دارند مطالعه میکنند و کم کم آگاه هستند از این موضوع و امروز پخش شدنی همین برنامه در برابر آنه که به نوقلمان یک کمک رسان، یاری رسان خواهد بود. باز اینچنین شاید باور دارم که در دل نورسان یک شوق و ذوق شاعری بیدار می شود، حداقل برای شعر باز هم مهرشان دیگرگونه تر خواهد شد و اینچنین باور دارم که یک صحبت صمیمی و ساده ما انا همین امکانیت را به وجود می آورد و در این برابر باز هستم در شعر وزن که باید آدم و خودش درک کند، احساس کند، احساسی وزن جستجو کند و خواند، ولی هر کس هم نمیتواند شاعر شود که بله دشوار است که کسی که از مقدمات این چیز آگاه نباشد و در عین حال از این معلومات ما خودش بی‌نیاز نباشد چیزی رو به درستی فهمیده باشد. چون که شما اشاره کردید واقعا موضوع دشوار است. اینجا استاد لازم است که لوحه باشد، تخته نوشت باشد و یک این چیزها رو نویسد و به بیننده منظور کند که هجای کوتاه یعنی چی، هجای دراز یعنی چی، یکنیم هجا یعنی چی، زیحاف یعنی چی، تقطع یعنی چی است. این رو اگر خواهیم که ما به بینندگان به صورت تعلیمی تدریسی این موضوع رو آشکار کنیم، بعد استادایی که در این فن درس میدهند آنها میتوانند جذب شوند. ولی اینجا ما تنها میتوانیم مقدماتی رو از موضوع مطرح کنیم تا اینکه یک نوع شبهه هایی که موجودند و سوء تفاهم هایی که موجودند درباره وزن اون تا جای برداشته شود، رفع شود. از جمله شما اینجا اشارت کردید مسئله استعداد و وزن شعر که یک نفر میتواند وزن عروض رو کاملا فرا بگیرد ولی استعداد شعر نویسی نداشته باشد. انا همینجا من بحث دارم. این رو بسیاری ها میگویند. این رو بیشتر کسانی میگویند که فکرشون، اندیشهشون این است که دانستن و فرا گرفتن وزن شعر یا احساس و شناخت وزن شعر یک چیز عنصر جدا از استعداد شاعری است. یعنی رکن یا عنصر استعداد شاعری نیست. یکی از مهمترین جنبه های سرشتی شعری، حسه شعری، احساس شعری و استعداد شاعری انا همین احساس سرشتی وزن است. شما نگاه کنید کودکان رو بگیرید، بچه ها رو. بچه ها وقتی که شعر مرتب، شعر موزون رو میشنوند، قرائت میشود، خوششون میآید یا خودشون مفتون میشن، خودشون اذیت میکنن. نگاه کنید بعضی بچه های خردسال، خیلی خردسال، با چه احساسی ظریف، عمیق و سرشتی شعر رو قرائت میکنن. اصلا
اصلا سکته احساس نمیشود. میبینید که از ما بهتر رعایت میکنن معمول وزن و نزاکت های وزنی شعر رو در وقت قرائت خودشون مفتون میشوند. خودشون با یک شوقی بسیار برجسته فراوان و سرشار شعر رو قرائت میکنن بدون اون که با کمترین سکته راه دیان. البته نه همه ولی اکثری بچه ها. برای چی؟ برای اون که سرشت آنها و اون احساس موسیقی و وزنی که در نهاد طبیعی آنها از بنیاد نهاده شده است هنوز از اون سرچشمه آنها چندان عمر نکردند که دور شوند. هنوز در سرگه اون سرچشمه باز و جاری است. کودکان وقتی موسیقی رو میشنوند، کودکی تقریبا نوزاد میبینید که دستانش رو به حرکت میدارد. این چی معنی دارد؟ احساس میکند وزن رو. بله، نظم رو احساس میکند. و همچنین نباید چنین پنداشت که وزن رو تنها و تنها شاعران میدونند. نه، دیگران هم وزن رو احساس میکنند. اگر وزن رو تنها شاعران میدونستند شعر رو برای یکدیگر فقط می نوشتند، ولی شعر رو برای همه خوانندگان می نویسند. این معنای آن رو دارد که از احساس وزن همه لذت میبرند، چه شاعر چه غیر شاعر. پس خلاصه کردن ممکن است که هر یک موجودی روی زمین احساس نظم، ترتیب و یعنی ریتم رو دارند. بله. تنها اگر که خواهند باز هم بیشتر این رو علمان آموزند باید که وارد شوند. بله. به این یک دریای انا این چیز دیگر است. شما میدونید که وقتی که بچه‌ها رو میبریم به مکتب موسیقی میخوایم گذاریم، اونها رو از آزمایش میگذرونند. یکی از این آزمایش ها چی است؟ احساس آواز. آفرین. داشتن سامعه موسیقی، موزیکال سلوخ میگویند. بچه‌ای که سامعه موسیقی ندارد، یعنی خداوند همین خیلی آورده است که در سرشت او همون احساس کمتر است یا گنگ است، شکوفا نشده است، بیدار نشده است. اینها خیلی کمند تعدادشون. اصلا در اکثر مردم هست ولی همون نیست. مصلحت میدین که این بچه رو نگذارید اینجا، عذاب میکشه، چون که سرشتی است. احساسی وزن و آهنگ و موسیقی چیزی سرشتی است. شاید به کار دیگری وای. البته وای میتواند نقاش بسیار عالی جناب شود یا یک معمار خوبی شود یا چیزی دیگری. ولی برای کسانی که این احساس رو دارند، تنها با این احساس هم قانع شدن لازم نیست. اگر اینها جدول عروض رو فرا بگیرند، اونگاه این داراییشون، این دانششون کامل می شود. چطوری که مثلا یک آوازخوان خوب، یک آهنگساز خوب نوت رو نوشته می تواند یا نمی تواند. اگر او نوت رو نوشته تواند، ادوار رو تنظیم کرده تواند، همه موسیقی هایش رو می تواند که ثبت کند به صورت ادوار. اگر نتواند میماند. شاعر هم همینطور، شاعری که جدول عروض رو به صورت کتبی نوشته فرا گرفته نتواند و نوشته نتواند، همیشه در معرض ایراد است و با ایرادها مشکل است جواب دهد. خب پس گفته میتوانیم که در شعریت احساسی وزن این گویا که الفبا است. بله، این قالب‌ها سرمایه‌های بزرگی معنوی هستند که گذشتگان ما با دانش بسیار دقیق فراوان برایمان تنظیم کرده گذاشتند و اینا جاودانی اند. بعد اینکه آخر این را هم نگاه کنید که وقتی درباره وزن شعر و قافیه صحبت میکنیم، این تنها مال ادبیات ما نیست. ادبیات تمام خلق‌های جهان دارای وزن و قافیه است. امروز هم بعضی قالب‌هایی که مثلا از این چارچوب بیرون رفتن، بعضیش قسما از اینها استفاده میکند و بعضیش آزاد است، ولی اون هرگز جای این
جدول رو این معیارها رو این داشته ها رو نگرفته است و گرفتنش هم محال است. و پس برای همون نفرانی که میگویند این وزن و مثلا قافیه کهنه شده است، گفتم ممکن است که به همون ترتیب، به همون نظمی که ازلی است تا به امروز آمده است کلامی بدی گفتن ممکن است. بله؟ البته و همین است من نویگری و همین است مثلا محض کلامی بدی گفتن کهنه نمی شود هرگز. نه شما مسلما که نه وزن از بین خواهد رفت در ادبیات شعر و نه قافیه. اینها عنصرهای جاودانی اند. اینها مثل زخم‌ها و ضرب‌های موسیقی اونطوری که در موسیقی جاودانی هستند در کلام شعری ابدی هستند. ما شعری غیر عروضی هم داریم، طوری گفتیم شعر سبی، یا شعری عروضی نو هم داریم که مثلا از زمان در ما از زمان مرش حریتی استاد عینی شروع می شود و امروز خیلی فراوان است، تقریبا قریب که برابر عروضی کلاسیکی همون استفاده می شود. اون نمونهش رو شما هم خوندید. این رو ما عروضی نو میگوییم. عروضی نو که البته در قالب عروض است ولی تفاوتش از عروضی کلاسیکی و معیار ما قدیم ما این است که در آن برابری مصرع‌های شعر در قالب بیت حتمی نیست. میتواند یک مصرع مثلا وقتی میگویم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رو و خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو، دو مصرع کاملا برابر در وزنی هزجی مسمنی سالم، مفاعلون 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 مفاعلون، یک مصرع باز 4 بار دیگر مفاعلون، مصرع دوم برابر. اکنون در عروض نو شاعر برای شاعر حتمی نیست که حتما این گونه برابری رکنهای شعر در هر یک مصرع بیت تا آخر رعایت شود. می تواند یک مصرع عبارت از یک رکن باشد، مصرع دوم عبارت از 4 رکن، 5 رکن، 6 رکن آمیخته شد. همچنین بیت قالب واحدی شعر کلاسیکی ما در عروض که بیت بود، این واحد هم از میان برداشته می شود. می تواند بند باشد، می تواند حتی مصرع باشد. الان مثلا در مقابل این در عروض نو ببینید، مثلا یک شعری استاد لایق روزها می گذرند، یک مصرع، روزها از سر ما از دل ما می گذرند، مصرع دوم، فاعلاتون فاعلون فاعلاتون 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 فاعلون، یعنی مصرع یکم از دو رکن فاعلاتون فاعلون، مصرع دوم مصرع یکم، مصرع دومش از چند رکن می شود؟ فاعلاتون 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 فاعلون، 4 رکن. یعنی این گونه آزادی است، آزادی که از امتیازات نثر روان به داخل شعر آورده شد. و چون علم ادبیات به 3 نظریه جدا کرده شده از شرطاً عروض، قافیه، بلاغت، شما راضی هستید که در برنامه من بعده ما یک سلسله برنامه گویم تشکیل کنیم و باز هم در بابت دیگر جنبه های همین شعریت حرف بزنیم استاد؟ بسیار گپ دارد این موضوع طرف ها و جنبه های بسیار دارد. به این نوبت گرفتن محدودیت وقت ما امروز برنامه میآموزیم رو جنبست میکنیم، ولی حتما که در برنامه های من بعده باز هم دست میزنیم و این موضوع باز هم عمیق‌تر وارد همین دنیای بیکرانه خواهیم گشت. سلامت باشید. تشکر استاد به شما که این همه رو به ما آموزانی دید و یک صحبت عارفانه و شاعرانه داشت. سلامت باشید. تشکر.